قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. با حمد و ثنا و سپاس پروردگار و صلوات و سلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، طی چند خطبه ای در مورد یکی از گناه‌های کبیره که منبع خیلی از بدبختی‌ها و گناه‌ها و معاصی می‌تواند باشد بحث شد و اون کبر بود که تقریباً به صورت مفصل بحث شد پیرامونش. بازم یکی از گناه‌های بزرگ و یکی از بیماری‌ها و دردهای درونی و معنوی که می‌تواند منبع و مصدر خیلی از معاصی، لغزش‌ها و خطاها باشد که ممکنه طی چند خطبه باز هم پیرامون اون بحث بشه، حسادت است. در مورد حسادت این 4 مطلب کلی داریم که به همه این مطالب طی چندین خطبه پرداخته می شود. یکی حقیقت و ماهیت و تعریف حسادت هست. حسادت یعنی چی و به کی آدم حسود یا حسدورز گفته می شود. مطلب دوم عوامل و اسباب و انگیزه های بروز و ظهور حسادت، یعنی چه چیزی باعث می شود که شخص حسود بشود. مطلب سوم آثار و ضرر و زیانهایی که حسادت دارد. و مطلب اخیر و چهارم راه‌های علاج و درمان حسادت به عنوان یک بیماری که انسان رو ممکنه هلاک و نابود بکنه. اما در رابطه با حقیقت و ماهیت و تعریف حسد و یا حسادت، امام ابن رجب رحمه الله می‌فرمایند حسادت اساساً در وجود و درون هر انسان ممکنه حس بشود، یعنی اینکه انسان خداوند در وجود او نهاده حس برتری بر دیگران. یعنی در وجود هر انسان هست که از دیگران بهتر باشه، برتری داشته باشه، پیشرفت بکنه، از دیگران جلو بیفته. این حس در وجود انسان ها هست. اما همیشه این حس که در وجود انسان ها هست حسادت به حساب نمیاد. لذا در تعریف اون اگر شما به اقوال ائمه و علما در طول تاریخ بر بگردید و مراجعه بکنید، میگن تمنا و آرزوی از بین رفتن و زوال و نیستی نعمتها و خیراتی است که خداوند به دیگری یا دیگران داده. این اگر خداوند نعمت یا هر نعمت مادی معنوی خداوند در اختیار دیگران قرار داده، کسی یا کسانی آرزو میکنن، تمنا میکنن
که اون نعمت یا نعمت ها از بین بره. حالا یا اینکه آرزو میکند که خود او صاحب اون نعمت ها باشد، یا اینکه نه، چون من ندارم دیگرها هم نداشته باشن. یکی از صفات منافقین که قرآن وقتی اونها رو معرفی میفرمایند ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، منافقین دوست می‌دارن که شما به مانند اونها کافر بشوید. اینه وقتی منافقین نمیتونن، حالا به هر علتی نمیتوانن ایمان بیاورن، مؤمنین رو میبینن، یعنی گویا منافقین میدونن که ایمان برتری دارد، خب بیاید ایمان بیاورید. نه، ایمان نمیآورن، حالا به هر علتی دوست ندارن دیگرها هم مؤمن باشن، بلکه دوست دارن دیگرها که مؤمنن مثل خودشون کافر بشون تا با هم در کفر، یعنی در عدم ایمان و نداشتن ایمان مساوی باشن. حالا ممکنه به جای ایمان مسائل دیگه هم باشه، دیگران مال و ثروت دارن، دیگران قدر و منزلت دارن، دیگران علم و آگاهی دارن، دیگران نعمتهای گوناگون دارن. حالا چون ما نداریم آرزو میکنیم که خداوند از اونا هم بگیره تا با هم مساوی در عدم باشیم، در نداشتن. یا اینکه حسادت تمنا همراه با عمله، و یا اینکه آرزو بدون عمل. به چه صورت؟ اگر آرزوی مجرد باشه و انسان در برابر این آرزو و تمنای درونی، این حس درونی به عنوان یک وسوسه مبارزه می کند، ناراحت است که چرا همچه حسی نسبت به یک مسلمان دارم. مسلمان داره کار میکنه، زحمت میکشه، مال و ثروتی خدا بهش داده، امنیت بهش داده، سلامتی بهش داده، چرا در وجودم همچه وسوسه‌ای حس میشود که آرزوی نیستی و زوال و نابودی نعمتهاش دارم؟ وقتی مؤمن نگران باشه، مقاومت بکند، به خدا پناه ببرد، انسان مؤاخذه نمیشه. ممکنه ما در هر موردی دچار وسوسه بشیم. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. ممکن از جانب شیطان دچار وسوسه بشوید، پس به خدا پناه ببر، پناهنده بشو. لذا اون زمانی که انسان این حس رو داشته باشه، تأسف بخورد، ناراحت بشود، نگران بشود، دیگران از من بهترن، ممکنه حتی شیطان وسوسه بکنه اون حس رو بارورتر بکند، خدا نابود بکنه اون نعمت رو ازشون بگیرد. اگر مجرد وسوسه باشه، به خدا پناه ببرید. خدایا من بهت پناه میبرم از شر این وسوسه. بعد مبارزه میکنید، مؤاخذه نمیشید، گناهکار نیستید، حسادت به حساب نمیاد. اما اگر این وسوسه تبدیل بشود به آرزوهای صادقانه تمنا می کند، بلکه تأسف می خورد، ناراحت است، خودخوری پیدا می کند، شب و روز نگران است، چرا فلانی این خدا این بشو داد، چرا در کار و کسبش موفق شد، چرا در درسش، در علمش، در قدر، در مکانت، در قدرت، در هر چی، چرا از من جلوتره. حالا تأسف می خورد، ناراحت است، دلتنگ است، تمنا و آرزو می کند شب و روز که خداوند اونها رو هم به همون صورت ذلیل بکند، تهیدست بکند، شکستشون بدهد. این می شود حسادت. حالا ممکنه این حسادت یک حسادت تام و کامل باشه که پروردگار دستور میدهد ضمن سوره فلق، یکی از آیات سوره فلق، و من شر حاسد اذا حسد. ممکنه انسان حسود و حسادت ورز شریر بشود، یعنی اون آرزوهای درونی تبدیل بشود به عمل. دیدید دیگه، یه وقتی افرادی هستن از بس تنگ نظرن، از بس حسودن، نه تنها این که در وجود و درون خودشون ناراحتن، در رفتارشون، در گفتارشون ظلم میکنن، تهمت میزنن، تخریب میکنن، سنگ اندازی میکنن. اگر کسانی بخوان برنامه ریزی بکنن برای رشد خودشون و رشد جامعهشون، میبینید که نخیر، چنان سنگ اندازی میکنن که مانع رشد فرد یا جامعه بشون، به هر نحو، با دروغ، با خیانت، با ظلم، با ستم، با تعدی، با غیبت، با نمامی، با تهمت، با تخریب، با منفعه بافی، با هر طریقی که شده. این دیگه اوج حسادت است که پروردگار میفرمایند باید پناه ببرید به الله جل شأنه از شر حسود و حسد ورز اونگاهی که حسد میورزد. پس این حقیقت حسادت است.
که ممکنه مجرد آرزو باشه ولی انسان دغدغه داشته باشه، این به عنوان حسادت در اصل به حساب نمیاد که مؤاخذه باشه. ممکنه آرزوی صادقانه داشته باشه، این حسادت هست. ممکنه تبدیل به فعل بشه و عمل بشه، این اوج حسد ورزی است که در مورد قباحت اون، زشتی اون، عاقبت اون، مضرات اون انشالله در خطبه های آینده به اون پرداخته میشه. اما یه نکته دیگه هست در تقسیم بندی خود حسادت. وقتی بحث میشه ما یه چیز دیگه داریم در زبان شرع، گهگاهی با نام حسد هم از آن اسم برده شده در حالی که حسد نیست. منافسه هست، مسابقه هست، اون چشم همچشمی درست، غبطه هست، رشک خوردن است. یعنی چی؟ و در مواردی هم پیغمبر علیه السلام به عنوان مثال از آن به عنوان حسد اسم بردن، اما نه اون حسادت مذموم و بد. فرمودن لا حسد الا فی اثنتین، اگر میخوایی حسادت بورزید در هیچ موردی درست نیست مگر در دو چیز، در حالی که حسادت نیست، غبطه خوردن است. یعنی چی؟ یعنی اینکه ممکنه یه انسان وقتی دیگران رو ببیند از او برتری دارن، بهترن در مسائل گوناگون، اون موقع حس برتری بینی در او تحریک می شود، آرزو می کند که مثل دیگران بشود بدون اینکه تمنا بکند که دیگران از دست بدن اون نعمت، بلکه ممکنه آرزو بکنه خداوند نعمتاشون رو حفظ بکنه، اما من هم مثل فلانی بکن، منو مثل فلانی بگردم، مثل او باشم، آرزو میکند. این گونه آرزوها بهش میگن غبطه، بهش نمیگن حسد، ولی به ظاهر حسد نامیده شده چون آغاز اون به مانند حسد است، چون انسان به دیگران نگاه کرده و دوست داشته اون مقام، اون شی، اون فضیلت، اون برتری. ولی اینو بدونیم که غبطه و اینکه به دیگران انسان نگاه بکنه و چشم همچشمی بکنه به سه دسته تقسیم میشن. دسته ای که خیلی خوبه، ما یه رقابتی داریم، یه چشم همچشمی داریم که الله جل شأنه از ما خواسته، درخواست کرده که ای مؤمنین و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون و سابقوا الی و سارعوا و سابقوا فاستبقوا الخیرات. امر فرموده به چشم همچشمی، مسابقه دادن، رقابت کردن، از دیگران پیشی گرفتن. الله جل شأنه از ما خواسته، اما در چه زمینه‌ای؟ در زمینه دینی، در زمینه ایمانی، در زمینه مسائل اخروی. بله خدا از ما خواسته، تشویق هم کرده که بخواهیم مثل انسانهای خوب، انسانهای متقی، انسانهای زاهد، انسانهای صالح، انسانهای بهشتی، انسانهای نمازگزار، روزدار، با تقوا، اهل زکات، اهل صدقه، اهل اخلاق، اهل عدالت، اونایی که اهل خوبی هن، خدا از ما خواسته که مثل اونا باشیم، تمنا و آرزو هم بکنیم. این خیلی خوبه و انسان به مجرد اینکه آرزوی صادقانه داشته باشه که مثل فلانی که خوبه، چه اونایی که مردن و چه اونایی که زنده ان باشه، همینم مأجور است، ثواب دارد. و ممکنه انسان به مجرد آرزوهای صادقانه و تمناهایی که دارد خالصانه عمل نتونه انجام بده، موفق نشه، ولی خداوند بهش مقام عاملین، اونایی که عمل کردن، مقام شهدا بدهد با آرزوی صادقانه شهادت، مقام انسانهای تهجد خون، انسانهای خیری که انواع خیرها رو میکنن، صدقه میکنن، بذل و بخشش و ایثار دارن، اما اون نمیتواند، خداوند مال و ثروت در اختیارش نمیگذاره، با آرزوهاش میتونه به اون مقامها برسه. این چشم همچشمی خوبه، این غبطه خوردن خوبه که پیامبر فرمودن علیه السلام در دو مورد حسادت که همون غبطه هست خیلی خوبه. کسی بهش خداوند قرآن آموخته، علم و دانش داده، هم خود عمل میکند به قرآن و علم خودش و هم به دیگران میآموزد. و دومی کسی است که خدا بهش مال و ثروت داده، مال و ثروتش رو درست در اختیار گرفته و در مسیری که خداوند دوست دارد و میپسندد هزینه میکند، صرف میکند، خرج میکند. اگر یه مؤمن بیاد بگه خدایا منو مثل اون عالم، مثل اون اهل قرآن، مثل اون خیر و پولدار و ثروتمند بکن، اینم خوبه، ثواب دارید. یک نوع چشم همچشمی های مباح است، نه ثواب دارید نه گناه دارید.
آدم میبینه یه نفر مثلا تو دنیا از لذت‌های حلال دنیا خوب استفاده میکند، خدا بهش داده، بهترین ها میخورد، مینوشد، میپوشد، طیبات، حلال، پاک، خدا حرام نکرده، مباحاته، داره استفاده میکنه. یه نفر آرزو و تمنا میکنه مثل این بنده خدا بتونه از حلال و مباح و زرق و برقهای مباح استفاده بکنه، نه در حد تبذیر و ولخرجی. این مباح، تمنای مباح، نه ثواب داره نه اجر داره. یه وقتی یه آرزوهایی هست که دیگه حرام است، حسد نیست و طرف تمنا میکند، آرزو میکند مثل فلانی باشد، بدون اینکه بخواد اون فلانی کم و کاسی بر اون وارد بشود. ما یه حدیثی داریم، خیلی خلاصه پیرامون حدیث رو بگم و وقتتون رو نگیرم. پیامبر علیه السلام خلاصه ی حدیث اینه که انسانها رو به 4 دسته، بارها به این حدیث اشاره شده ولی جاش هم هست که دوباره اشاره بشه، به 4 نوع تقسیم میفرماین انسانها. اون کسی که خداوند بهش مال و علم داده و میدونه که مال خودش رو چگونه خرج بکند، چه در زندگی شخصی چه در زندگی اجتماعیش، میدونه از این مال چگونه استفاده بکنه، این بهترین جایگاه و منزلت داره. مؤمنی است که خداوند مال بهش داده، مال خودش چون میدونه درست استفاده میکنه اونجایی که موجبات رضایت خداست، این بالاترین درجه هست. انسانی که خداوند بهش علم و آگاهی داده اما مال نداده، آرزو میکند، تمنا میکند که خدایا منو مثل فلانی بکن. حالا زمانی حسادت میشه که میگه خدایا مال فلانی از بین ببر به من بده، یا چون من ندارم او هم نداشته باشه، این حسادت است. زمانی که نه، طرف تمنا میکند که خدایا منو مثل فلانی، اون عالم پولدار ثروتمند خیری که درست مال خودش استفاده میکنه، به منم همون مالی بده که این کار رو بکنم، کارهای خیر انجام بدم مثل او، انواع صدقات. خداوندم بهش مال نمیده ولی در روز قیامت همون جایگاه بهش میده، جایگاه خیر و ثروتمند با آرزوها و تمناهای درونیش. اما برعکسش هم داریم. نوع سوم فرمودن کسی که خدا بهش مال داده علم نداده، عیاشی و تبذیر، ممکنه با مال خودش هم خود و هم دیگران رو جهنمی بکند، هزینه بکنه در راه کفر، در راه گناه، در راه معاصی و جامعه رو به فساد کشاندن، این بدترین جایگاه داره. و نوع چهارم کسیه که خدا بهش نه علم داده نه مال، آرزو میکند شب و روز که خدایا به من مالی بده مثل فلانی، مثل اون آدم عیاش، آدم پست که از مال خودش در راه گمراه کردن دیگران و بدبختی خودش صرف میکنه. خدا بهش مال نمیده که لذت ببره، ولی در روز قیامت همون منزلت پستی که اون عیاش داره خدا هم بهش به همون منزلت پست میرسونه با آرزوش. پس اینه که انسان مومن مواظب رفتارهای خودش، مواظب آرزوها و تمناهای خودش باشه. بازم مطالب بیشتری پیرامون این درد و این بیماری هست که انشاءالله در خطبه های آتی به عرضتون خواهد رسید. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لوالدی و لوالدیکم واستغفروه انه هو الغفور الرحیم جواد کریم برحمته و هو ارحم الراحمین. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.